ساعت پیش از سحری خوری رمضانی اینها اهل دهه کلنگیری ناحیه باباجان غفورов هستند. از سری رمضان اینجا جمع می آیند با ظرفهای خود برای آشی استاد دوران. آش خوریم ناز میگردیم دیگه چی خوریم نمیخورم. من برای خودم برای یکی دیگه فرزندم خانه چطور برای دو عائله میگیرم. چهار کس به. Amin saati اینجا آدم اونده بیستم. دوی شبانه. من تا ساعت 3 رو میبرم با. پلاو را دوران زاکیروف آشپز نامی همین منطقه میپزد و پزنده آشخانه دهه کلنگیر است و هم آشی معرکه مردم را نیز او تهیه میکند. ولی 8 سال آخر هر رمضان تنها آشی خیریه و رایگان میپزد. شمار طلبکارا تا سال اخیر زیاد. برای پیش بود ما 20 کیلو 15 کیلو آش تقسیم میکنیم. این سال گذشته 80 کیلو خرید بودیم. من این سال حاضر دهی اول 50 کیلو کردیم. حرکت بودیم دهی دوم به 80 کیلو می زیاده آوایمی. حرکت کردیم علما بسیار جوسیان. به گفته آشپز بیش از 15 صاحبکار در تهیه محصولات آش خیریه سهم دارند، اما آنها نمیخواهند نامشان آشکار شود. برای 50 کیلوگرم آش نزدیک 3000 سامانی خرج می‌گردد که در یک ماه 90000 می‌شود. ولی در شب‌های خاصی ماه رمضانی گاه زیاده از 150 کیلو پلاو پخته می‌شود. ما آن بعد افطار اینجا اونم میشینیم سکین سبزی‌های مایده کرده. در تاجیکستان بیش از 90% اهالی مسلمان هستند و خیر و سخا از ویژگی‌های رمضان دانسته می‌شود. مقامات میگویند 30% اهالی کشور کم بضاعتند. همه‌گیری کرونا ویروس و اکنون بیکار ماندن مهاجران تاجیک در روسیه به علت بحران اوکراین خانواده‌های نیازمند را بیشتر کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.